از جوانایی که حالا از بی‌فکری، از بی‌اندیشگی و بی‌پروایی به گروه‌های افراطی میروند، همین قوای بدخواه از یک تجارتی که درآمدش هنگفت است، بیشمار هست. چی هست؟ همین جنگ‌ها است. یک کشور رو ناآرام میکنن، صدها جوانای بی فرهنگ بی تجربه رو فند فریب میدن. یک مسلمانی و انا دیگه هم نشون میدن که بیرق و صلا و ریش و دیگر انا بیچاره فکر میکنند که اسلام انا همون است، مسلمان همون است، من میرم جون خود رو برای همونو قربانی میکنم. پس میرد میبینه که گپ دیگر است و کار دیگر. دیگه نمیدونه چی کار کند، هم دنیا و هم آخرتش رو برباد میدهد. برای همین تمام گروه‌های افراطی رو قوه‌های یا ابرقدرت‌ها سوء استفاده میکنن. احتیاط باشید جوانان عزیز، احتیاط باشید، قسم به پروردگار احتیاط باشید، دنیا و آخرت خود رو برباد ندهید. تمام گروه‌های افراطی رو برای منفعت خودشون یک کشور رو ناآرام میکنن، فتنه به خون و خاک میکشن، تمام دورندگی بالای زمینی زیر زمینی اون کشور رو غارت میکنن میبرن. و دیدیم یک تنی، 2 تنی، 10 تنی، 15 تنی. چرا عبرت نمیشود؟ اسلام میخواهید؟ خدمت دین میخواهید؟ خدمت اسلام و مسلمین میخواهید؟ در همون کشور خود، از همون خانه خود، آبادکاری و اخوت و محبت و دوستداری و رحم و شفقت رو از اهل و خانواده خود، دهه خود، ولایت خود، کشور خود آغاز کنید، عملی کنید. پروردگار سعادت دنیا و آخرت رو برایتون میدهد. با مسلمان کشی، با انسانی بیگناه کشتن هیچ وقت جنت رو به دست آوردن نمی شود. جوانای عزیز، خصوصا ما چرا جوانا رو بسیار خطاب به جوانا میکنیم؟ به خاطر اینکه جوانا تجربه حیاتی زندگی رو ندارن، زود فریب میخورن. حالا پشخری اویله های جوان میگیم در زن و شوهری. چرا پشخری اویله های جوان زیاده است؟ به خاطر اینکه تجربه ندارن. با هر یک چیزی نوچیزی پوچی به هیچی نزاع و خرخشه و غوغا و دعوا و دیگر جدایی. بعد پشیمان که چرا کردم دیگر پشیمان، یعنی پشیمان شده رو دیگر هیچ سودی نیست. برای همین کاری نه، عاقل کاری نمیکند که پشیمان شود. عاقل، انسان عاقل باید کاری نکند که پشیمان شود. خداوند عزوجل همه ما و شما رو کامیاب و موفق کند و وحدت ملی ما رو استوار مستحکم همیشه نگه بدارد. دینداری ما، آداب و اخلاق ما، سعادت دنیا و آخرت ما در آرامی ما و در آبادی و در وحدت ملی ما هست. خداوند عزوجل این نعمت بزرگش رو برای همه ما همیشگی بگرداند و همیشه این وطن عزیزی ما همیشه آرام، همیشه آباد، همیشه پیشرفته و ترقی کرده باشد.